رونشتنا افرویا پارلمان کردستان لجرفشار و کاریگری هلویست هجمارک فراکسیونان به تایبتی فراکسیون ایکتین اجتماعی کردستان بو 24 دمجمیران هاتا پاشخستن. لحفتیابوری فراکسیون ایکتی بریار بایکوت کرنا کمبونن پارلمان راگهاند بو. اف هلویست فراکسیون ایکتین اجتماعی بوی چند ودگاریتن کو پارلمان کردستان وکو پیدوی نشیایل آسترودان و گوهرین کاریان درکویتو حتی راده که مزن سروریا خوش دست دایو خول کشو گرفت و قیران بروکا هرما کردستان گرتین بکتا خودان. زیدواری فراکسیونا ایکتین اجتماعی هر دو فراکسیونن کمالا اسلامی و اگرتویا اسلامیا کردستان جی بایکوتا رونشتنا پارلمانی کرن. عبدالستار مجید سروک فراکسیونا کمالا اسلامی راگهاند او بابتن بریار بود کمبونا اوریا پارلمانی دا بهنه بحث کرن نکشین ولاتیانه. بوزانین ایک جبرگین کو چاواره بود رونشتنا اوریا پارلمانی دا بهتا گنگشه کرن و دنگ لسر بهتا دان ناما دست جکار کشانه یا پارلمانتار کمالا اسلامی سوران عمر بو. جلای خوب سرچنار احمد اندام فراکسیونا اگرتوی اسلامی ده کنگرک روزنامه‌وانی دا دوپات کرد که حکومت زور یا بمنت الهمبر کشه و قیران ولاتیان به تایبتی پرسانه دا بشکرنا موچه فرمانبران و پارلمانی جی هیچ حلویستک الهمبر بمنت یا حکومت نورگرتیه. بریار بو افرو وزیرن دارایی و پلاندانان و چندین سروکن دستیان بر هوی رونشتنا پارلمانی ببن بله دیار نه آماده بون وان وزیر و مزنه بر پرسن حکومی بو اگر فراکسیونن ایکتی و کمال و اگرتوی بایکوتا کمبونه بکن. ایکتین اجتماعی کردستان حلویسته که پیش وقت را گهانده بو. بریار دابو بایکوتا رونشتنن پارلمانی بکتن و حلویست ایکتی لسرچند اگر حتا آوا کرن. جوان جی راگهاندنا چاکسازیان وکو درشم و سرکیست فرمانبر و موچخورن به دستحالات. به حلویستیا پارلمانی و حکومت لهمبر لشکرکشیا ترکیه و داگیرکرن و ویران کرنا چندین گندو دورن سنورین هرمه. به حلویستیا پارلمانی لهمبر برینا موچه فرمانبران. سرنگرتنا دانستاندن هرم گلبغدا کو خلک هرم زیان وکت ی پلا ایکد و پروسه دو چندین مجارن گرنگ و گریدای براوشا جیان و جیارا خلکی و پرسن چارن وی سازن هرما کردستان و. هرچند امید خوشناو سروک فراکسیونا پارتی راگهانده بو ایکتی بر هوی هولا پارلمانی ببیت یا نبیتن کمبونن پارلمانی ده هر هنه انجام دان. بله دیاره فراکسیونا ایکتی پیداگیری لسر حلویست خوکرو اشیا بیجیت فراکسیونا پارتی نخیر اگر بجدار نبم کمبون ناه تکرن.